افتخارآفرینی ورزشکاران افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی. ورزشکاران افغان بار دیگر در رقابت‌های جهانی درخشیدند و با کسب مدال‌های ارزشمند نام افغانستان را در صحنه‌های بین‌المللی طنین انداز کردند. شاگردان مجاهد حکیمزاده قهرمان چندین مرتبه ورزش‌های رزمی کشور که اکنون در واشنگتن آمریکا اقامت دارد، موفق به کسب افتخارات بزرگ در سازمان‌های معتبر جهانی شدند. بر اساس گزارش‌ها این ورزشکاران در رقابت‌های بین‌المللی نتایج درخشان به دست آوردند. نثار احمد قاضیخانی با نمایش قدرت و مهارت بالا توانست مدال طلای ارزشمند را از سازمان جهانی WAR پروفشنال کسب کند. رامش اکرمی با ثبت 4 پیروزی پیاپی در سازمان جهانی WAR توانایی‌های خود را در سطح بین‌المللی به نمایش گذاشت. محمد بلال سلطانی با عملکرد چشمگیر موفق به کسب 2 مدال طلا از سازمان فایت نایت شد. زکی حکیمزاده نیز در این رقابت‌ها درخشید و توانست مدال طلای سازمان جهانی را از آن خود کند. حامد صدیقی و جلال افشار هر دو به پاس تلاش و مبارزات خود موفق به دریافت مدال افتخاری شدند. این موفقیت‌ها نه تنها افتخار بزرگ برای این ورزشکاران محسوب می‌شود، بلکه نمایانگر توانمندی و ظرفیت بالای ورزش افغانستان در عرصه‌های جهانی است.